شاید همین یک 1000 دانه 2000 یا کمتر بیشتر شاگردای زندانی داشته باشن که در زندان اصحاب سجن بودن. در زندان یک وقت ما بودیم، بعضی از زندانی‌ها همراه ما بود. من که سوره یوسف علیه السلام هم میخواندم و تو فکر میکردم بسیاری وقتا میفتم والا من هم مثل یوسف علیه السلام واره هستم و یگان تو که در زندان میبود بر از او درس تفسیر درس میدادم. باز ما بر از اونا میگفتم اگر چی در زندان کتما مردم های رنگ بودن، بعضی کسا گناه کرده بودن، بعضی کسا اشتباه کرده بودن، بعضی کسا مثلا قتل کرده بودن، بعضی کسا. باز ما برشان میگفتم که شما اینجا که درس میخوانین این درس ازی بسیار سر شما انشالله تاثیر میکنه. میفتن چرا؟ ما گفتم شما در پوهنتون یوسف علیه السلام درس میخوانین. در کجا؟ یوسف علیه السلام درس توحید در کجا شروع کرد؟ در زندان. از همینجا برای دوستای خود گفت که یا صاحب سجن او اندیوالای زندان ما، شما الا بتینی بود پرستیره و بود پرستا بودن، کافرا بودن. ارباب متفرقونه، این رب هایی که شما گرفتین که براتون رنگ و رنگ قانون میسازن، معبودان مختلف گرفتین، این خوب است یا ذات واحد یگانه؟ متوجه هستین؟ گفتم این زندان که هست پوهنتون یوسف علیه السلام است و استادای از این کسایی که در زندان استادی کردن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، امام ابن تیمیه رحمه الله هست که کتابای خود کلش در زندان نوشته کرده، بسیاریش اکثریتشه. امام احمد ابن حنبل است که در زندان شبها بیهوش میفتاد و لق میخورد و لیکن با او فیلسوفایی که العیاذ بالله نظریات غلط داشتن، اعتقادات غلط داشتن، به او تسلیم نشد. پس این در حقیقت چی بود؟ مدرسه این تو شخصیت های بزرگ است. شما اگر میخواین رجوع کنین به الله و توبه بکنین. الحمدلله بسیاری از اینا چی میکردن؟ توبه میکردن، بسیارشون. شاید همین یک 1000 دانه 2000 یا کمتر بیشتر شاگردای زندانی داشته باشن که در زندان اصحاب سجن بودن، اندیوالای زندان بودن.